روزی که بهار به دنیا آمد همه چیز برای خانواده‌اش تغییر کرد، اما نه آنطور که انتظار می‌رفت. پزشکان گفتند او دچار معلولیت ذهنی و جسمی است. مادرش طاقت نیاورد و رفت. خانه و زندگی هم از هم پاشید. شب‌هایی بودند که حتی یک قاشق شیر خوش برای دخترش نداشت. قرض، اجاره عقب افتاده به نگاه‌های سنگین مردم، اما او تسلیم نشد. هر کاری بود انجام داد، از کارهای سخت گرفته تا فروش آنلاین، فقط برای اینکه بهارش چیزی کم نداشته باشه. من روزی 16 ساعت کار در منزل انجام میدادم برای ماهی 300,000 تومان، در صورتی که کرایه خونم همون موقع 250,000 تومان. حالا در ترکیه بهار مدرسه میرود، گفتار درمانی و کار درمانی دارد. آیندهش روشن‌تر از قبل است و این همه به خاطر پدری است به نام فرهاد سهیلی‌فر، پدری که تمام زندگیش را وقف لبخند دخترش کرد. دعا کنیم روزی برسد که هیچ کودکی هیچ وقت به خاطر شرایطش تنها نماند. اگر این داستان قلبت را رمز کرد، برای بهار یک دعای قشنگ بنویس و نظرت رو برامون کامنت کن. آره، بهترین دوست هر دختری اول پدرشه، مگر اینکه پدر کوتاهی کنه و اون حس امنیت و آرامش رو به دخترش نده.